دوستان عزیز سلام، این برنامه ترانسفر در عمل است. ما چون هر وقتا از گزارش های داخلی آغاز میکنیم. این مورد هم از دو تغییرات کادری تیم خوجند میگوییم. پرویز علیف چون دستپروری دسته خوجند بعد برآمد در نیمه یکم موسم در حقیقت دسته استراوشن و خوجند برگشت. با همین میتوان گفت که فروخ مرافی هم آدمان خودی را سرجم میکند. همچنین دروازه‌بان 20 ساله ایرانی ادیب زورئی میتواند به صف خوجند گزارش کند. تا این دم این دروازه‌بان در دسته‌های شاهین و تراکتوری تبریز هنرنمایی کرده است. سابق بازیکن روشن کلوب کریس امانوئل کوکو به صف خطلان پیوست. بر زمین از صف دسته بختری خدایداد اوزاقو بیرون شد. با احتمال زیاد بازیکن دیگر باره به صف کوکتاش برمیگردد. نوکک درباره پرشوی دسته خطلان میگویم که باز یک بازیگر از این دسته می رود. اخیراً چنین می شود که در نبود بازیگران خود عائله حبیب اللهیف ها به میدان می برآیند. هفته قبلی در انگلیا آنقدر گزارش‌های پردبدبه و پرکروفر نشدند و بیشتری صحیفه روزنامه‌ها هم خالی ماندند. حمله‌آور مکزیکویی راول خیمنز باشد از وولورهمپتون به صف فولخم گزارش نمود. حمله‌آور در مورد قرارداد کاری شخصی تا تابستان سال 25 و تمدید کنی با 12 ماه دیگر با موافقه رسیده است. در موسم قبلی چمپیونات انگلیا خیمنز در صف وولورهمپتون 15 بازی گذرانیده، 1 گل و 1 پرتافت گلی با آمار گرفته است. محض از برای بازی کمتر و از دست دادن اعتماد وابسته به سن سال نفری مکزیکویی دسته یولیان لاپیتگی را یک طرف گذاشت و به بچه‌های مرکز پیوست. داروسازان بایر باشند بعد ارسال 17 میلیون یورو جمعی لیورپولی به یونیون بلژیوی اخیراً به بهترین نشانزن موسم قبلی لیگ اروپا ویکتور بنیفاس پیراهن خودی پوشانیدند. شرطنامه با بازیگر 22 ساله تا تابستان سال 2028 است. بازیگر در تیم نوش تحت رقم 22 برآمد میکند. در موسم قبلی چمپیونات بلژیا بنیفاس مؤلف 9 گل و 8 پرتافت گلی در 37 بازی گردید. همچنین بازیگری مذکور 6 گل در 10 بازی لیگ اروپا دارد. یک گپ دیگری بازاری از انگلیا با ارتباط بین دیوان و جنگلبانان داخل دارد. این هم گزارش انتونی الانگا از منچستر یونایتد با ناتینگهم فورست بر عوض 15 میلیون پوند استرلینگ است. جانب‌ها شرطنامه 5 ساله بستند. الانگا دستپرور امیو بوده به سیستم باشگاهی سال 2014 شامل گردید. در مسیر 55 بازی در صف یونایتد بازیگری 21 ساله 4 گل و 4 پرتافت گلی و جام لیگ انگلیا را به کف کرد. با وجود چنین سن سال رها کردن دستپروری خودی معنای آن را دارد که در امیو دیگر به تلپک زمستانی تنقاق باور دارند و به مهارت الانگا هرگز نه. کاری بازاری تیم‌های انگلیسی با همین تمام شوی را ندارد. در ادامه باید گفت که مت دایرتی با وولورهمپتون برگشت و شرطنامه 3 ساله امضا کرد. دفاعگر در صف گرگان از سال 2010 تا 20 برآمد میکرد. بازیگر 31 ساله در عموم 302 بازی در مسیر 10 سال سرباز گرگان بودنش گذرانیده. موسم 22-23 باشد. فوتبال باز منتخب ایرلندیا مهنتکش دسته های تاتنهام و اتلتیکو مادرید بود و دید که آنجا هیچ فایده ای ندید. دیگر باره و مکانی براحت برگشت. دسته دیگری فعال تابستانی در اسپانیا ریال بیتیس است که هر مورد رسته های بازاری را تگرو می کند. این مورد بیتیس سرخیو کانالس را بر عوض 10.7 میلیون یورو به منطقه مکزیکویی روان کرد تا با کیسه خالی به بازار نرود. کانالس باشد با تیم مکزیکویی شرطنامه از روی نقشه 3.1 امضا نموده در صف بیتیس و از سال 2018 برآمد میکرد. بعد 31 بازی و 4 گل این بودرینگ 32 ساله هم زرد شد و برای تغییر اقلیم به آن سوی اقیانوس فرستاده شد. ایسکوی جنجالی باشد به صف بیتیس پیوست و این شرطنامه سابق نیمه‌نهایی ریال مادرید با بودرینگا 1 سال مهلت دارد. زیرا با بازیگر 31 ساله شرطنامه بیشتر از این را باور نکرده اند. بازیگر اسپانی بعد از آنکه ماه دکبر سال 22 به طور جنجالی از سویلیا رفت تا این دم به دست بود. گزارش زمستانی او به اونیون برلین باشد در فرصت‌های اخیر به کار گردید.
مهمتر از همه برای ایسکو وقتی گلزنی در بتیس پایش از کار نمانند. بعدی بازگشت مارک بارترا به بتیس از ترابزونسپور اخیراً همگان شاهد متحد شوی سابق بازیگران بارسا و ریال در یک تیم شدند. شرطنامه بارترا تا آخر موسم است. بارترا 32 ساله 29 بازی در موسم قبلی چمپیونات ترکیه گذرانیده مؤلف 4 گل شده است. سر از موسم نو باشد بارترا و ایسکو را غیر از مبارزه های سرسخت میدانی در لالیگا همچنین رقابت های شدید در لیگ اروپا انتظارند. بارسلونا باشد از بازیگر فرانسوی تجربه دار با یک خرسندی بکنار خلاصی یافت. این هم دفاعگر ساموئل امتیتی است که از بارسلونا به صف لیل گذشت. در این باره سامانه رسمی باشگاه فرانسوی اطلاع می‌دهد. معلوم گردید که امتیتی به حیث فوتبالباز آزاد به لیل گزارش انجام داده شرطنامه 2 ساله امضا کرد. در موسم قبلی این دفاعگر فرانسوی در صف لچه طریق اجاره بازی نموده 25 بازی گذرانید. با رفتن امتیتی سبب‌های اساسی دردسر برای خاوی بر علا کمتر شدند، ولی در صورت پیدا شوی درد شکم البته خود خاوی گسیل کرده می شود. دسته اسپانی دیگری در یوروجام به جگر با نام ویلاریال الکساندر سیارلوتلو از لیپزیگ بر عوض بیش از 10 میلیون یورو خریداری کرد و با بازیگر قرارداد 5 ساله امضا نمود. طبق معلومات الدس مارکیو از فروش حمله‌ور 27 ساله آلمانی ها 10 میلیون یورو جمع علاوه پولی ها به دست می‌آورند. موسم قبلی باشد سیارلوت در صف ریال سوسییداد در اجاره برآمد کرده 12 گل در 34 بازی لالیگا به ثمر رسانید. از این پس باشد حمله‌ور نروژی به طور پررا در صف سوبمارین زرد کارنامه ها می‌آفرد. سابق دسته الدار شومورادو باشد بر عوض بیش از 15 میلیون یورو حمله‌ور منتخب ایتالیا ماتئو رتگی را از باک خونارز خریداری کرد. طبق معلومات جانلوکا دی مارسو بر زمین مبلغی گفته شده تیم ارژنتینی همچنین علاوه پولی ها به دست می آورد، ولی در مورد مهلت شرطنامه رتگی با جنوا دقیق گفته نمی شود. دعوت حمله‌ور خودشیده از آن میگوید که در جنوا واریانت دیگر بار آوردن شومورادوف از فکرها تماما دور رفته است. در آلمان باشد باواریا بر زمین رنج بردن از جراحت نویر و کوفتن دروازه‌بان‌های دیگر باز به دروازه‌بان‌های خود هیچ توجه نمی کند. این هم الکساندر نیوبل است که با اجاره به شتوتگارت تا آخر موسم 23-24 روان گردید. دروازه‌بان در تیم نوش تحت رقم 33 برآمد کرده گفته می شود که بهر اجاره نیوبل برای شتوتگارت 1 میلیون یورو ارزش پیدا کرده است. از سال 21 نیوبل 26 ساله طریق اجاره در موناکو برآمد می‌کرد، ولی آنجا هم نسبت خویش هیچ اعتماد پیدا کرده نتوانست. در فرانسه باشد نیتس از ایتالیا حمله‌ور خریداری کرد. این حمله‌ور اتلانتا ژرمی باگا است که از برایش بیشتر از 18 میلیون یورو پرداخت کرده شد. با وجود این در مورد مهلت شرطنامه چیزی گفته نمی شود. در موسم قبلی سری آ باگای 26 ساله 23 بازی گذرانیده مؤلف 2 گل و 5 پاس گلی شده است. در ردیف گزارش‌های ترانسفری دیگر ماتیو والبوئنه 38 ساله هم الهام پیدا کرد و به صف آپولون از کیپر پیوست و شرطنامه 1 ساله امضا کرد. دسته آخری والبوئنه باشد اولمپیاکوس یونانی بود. بیشتر باشد این بازیگر قامت پست در صف تیم‌های فنرباخچه، لیون، دینامو و مارسل هنرآزمایی کرده است. گفتن ممکن که والبوئنه هم با امید دریافت شرطنامه از جانب عربیان چون قرباقه اسب را دیده برای نالکنی سوم‌ها دعواگر شده است. بازیگر دیگری نو مارسل هم افریقایی است و هم از چمپیونات انگلیا ولی راستی از چمپیونشیپ. حمله‌ور سنگالی واتفورد اسماعیل سار به صف مارسل فرانسوی گزارش کرد. اطلاع می‌دهد خدمات مطبوعاتی باشگاه. طبق اطلاع خبررسان فابریسیو رومانو باشگاه و فوتبالباز سنگالی شرطنامه 5 ساله امضا نموده گزارشی سر به صف تیم از فرانسه 13 میلیون یورو ارزش پیدا کرده است. در موسم قبلی چمپیونشیپ سر 39 بازی گذرانیده مؤلف 10 گل و 7 پرتافت گلی شده است. بازیگر از سال 2016 به صف منتخب سنگال دعوت شده 54 مرتبه
با پیراهن تیم ملی به میدان آمده است که در این مدت به زدن 11 گل دست یافته است. طبق معلومات سامانه ترانسمارکت ارزش این بازیگر 20 میلیون یورو می باشد. زنیت باشد حمله‌ور خویش مالکوم را به تیم سعودی الهلال بر عوض 60 میلیون یورو فروخت. این گران ارزش‌ترین گزارش ترانسفری در تاریخ فوتبال پرمیر لیگ روسیه می باشد. تا این دم نشان داد رکوردی به گزارش خلق از زنیت و شانگهای سیپک با نرخ 56 میلیون یورو تعلق داشته بود. شامل سگانه گرانترین ها همچنین گزارش بازیگر دیگر از شهر سنت پتربورگ لیاندرو پاریدس با پی اس ژی با ارزش 40 میلیون یورو می باشد. یادداشت میکنیم که چند پیش دیرکتور گنرالی تیم زنیت الکساندر میدویدف اطلاع داده بود که ارزش گزارش مالکوم به الهلال 60 میلیون یورو را تشکیل میدهد. نیمه این مبلغ به طور فوری پرداخت شده، باقی مانده آن باشد تا آخر موسم انتقال داده می شود. مالکوم در تیم نوش با پیراهن تحت رقم 77 برآمد می کند. در موسم 22-23 بازیگر برزیلی 33 بازی در صف زنیت گذرانیده با 26 گل و 7 پرتافت گلی از میدان بیرون شده است. مالکوم بهترین بازیگر و بهترین نشانزن موسم قبلی چمپیونات روسیه دانسته شد. از چمپیونات روسیه به ملک عرب هیچ کس برای فوتبال نرفته بود که اینها هم اخیراً از عقل کار گرفتند و با قول از پشت یک برزیلی خودی شده میلیون ها شامل خزینه کردند. تیم ریمی لاتزیو باشد ولنتین کاستلیانوس را از نیویورک سیتی بر عوض 15.5 میلیون یورو خریداری کرد. این هم نفر است که به دروازه ریال مادرید پوکر انجام داده بود. حمله‌ور 24 ساله MLS سالی پر طریق اجاره در سطح ژیرونا گذرانید و در 35 بازی لالیگا 13 گل به ثمر رسانید. بازیگری که در دور 31 موسم قبلی 4 گل وارد دروازه ریال نموده بود، از این پس 4 گلی وارد دروازه‌های اینتر و میلان می‌کند. هرچند که ما چند پیش نافوریده هم باشد از گزارش دلیر کوزیایف با گاوری فرانسوی شادی میکردیم، بازیگر 19 ساله منتخب ازبکستان عبدالقادر خوسانوف باشد با دسته چمپیونات فرانسوی گزارش انجام داد که در لیگ چمپیون ها بازی میکند. دفاعگر مرکزی منتخب ازبکستان و تیم بلاروسی انرژتیک بگو عبدالقادر خوسانوف در تیم فرانسوی لنز ادامه مسندی ورزشی میکند. اطلاع میدهد نشریه فرانسوی لکیوپه. خوسانوف مسندی ورزشی را در تیم بنیادکار شروع نموده بهار سال 22 به چمپیونات بلاروس پیوست. بعد 37 بازی 4 گل و 4 پرتافت گلی و نمایش مهارت، بازیگر همسایه کشور و نمونه روشن برای فوتبال بازان کسبی ما ادامه مسند ورزشی در دسته اشتراکچی لیگ قهرمان ها می کند. ببینید سطح رشد فوتبالی و کسبیت فوتبال بازان ازبکستانی در کدام سطح قرار دارد. این همسایگان ما در قیاس با فوتبال بازان ما تا چمپیونات بلاروس به قول بوتقگری نمی روند و بعد 6 ماه شرطنامه جوابی سردی دلبیزار کننده نمی گیرند، بلکه چمپیونات روسیه و بلاروسیا و اوکراین محض برای همین بازیگران جستگاه به سمت یورو فوتبال است. انا داستان‌های سرسیفه و پرکروفه را باید اطراف چنین فوتبال بازان به طور ارزنده ایجاد نمود، نه درباره آنی که حتی در چمپیونات ازبکستان کرسی‌های احتیاطی دیگر به وزنشان تاب نمی‌آورند. یک نفر دیگر که از تیم‌های اروپایی شامل چمپیونات عربیان شد، سابق حمله‌ور المپیک لیون موسی دمبله گردید که چون فوتبال باز آزاد به صف الاتفاق پیوست. تیم نام برده با حمله‌ور فرانسوی 27 ساله شرطنامه 3 ساله امضا نموده. در موسم قبلی باشد موسی دمبله 3 گل در 23 بازی چمپیونات فرانسه به ثمر رسانید. این معنای آن را دارد که در 20 بازی باقی مانده موسی در میدان گلزنی را عموماً فراموش کرده است، ولی در ملک عربیان باید چنین کار نشود، اگر نه از پول به درد میان به پرگی محروم خواهد شد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.